دشوی که یک چیز خیلی عادی است، امیر بریم ما از کشور خارج بریم واقعا یعنی جای شرم به قرآن، به خاطر اینکه ارزش تولید وطن همی هسته که دیگه ما خودکفا میشیم و دیگه احتیاجی نداریم که بریم از کشورهای همسایه روشی اینا سفارش بدیم. یک افتخار است برای ما که همچون چیزهای در کشور خود ما تولید میشه. بسیار خوشحال هستیم که همینجا آمدیم، ولی مشغول امروزی کارا هستیم دیگه. کار ما همی هستم، فروش هم خدا را شکر خوبه. سلام و عرض ادب تقدیم میکنم. اسم من غلام سخی است. مدتی چند سال میشه که ما با این کار فعالیت می‌کنیم. مدت چند سال در ایران بودیم، حالا چند 3-4 ماهی میشه آمدیم افغانستان. اینجا این کار را راه انداختیم. انشالله در آینده تصمیم داریم که برای 15-20 نفر کار داخل اینجا فعالیت کنه و کار کنه. از اینجا فعلا اینجا 3-4 نفر هستیم، 3 نفر هستیم. انشالله در آینده تصمیم داریم که بزرگ شه تا چند نفر اینجا کار کنه، بتونه داخل از اینجا یک لاوانان به دست بیاریم و برای وطن خود خدمتی کرده باشیم. و خدا رو شکر که آرامی شده و دیگه جنگ و این چیزا چی شده، تمام شده. به خاطر از آمدیم افغانستان. احساس خوشحالی است که آمدیم در وطن خود کار می‌کنیم و دیگه میتونیم راحت بگردیم و راحت کار کنیم و دیگه احساس غربت نکنیم. و ما از هموطنان عزیز میخواهیم که ما را حمایت کنه و تا بتونیم این کار رو کلانش کنیم. ما اینجا که هست صرف دستشویی است و کابین و این چیزا را درست کنیم و اینا مواد خامش کلا از کشور همسایه میاد و اینجا فقط تولید میشه. اینا سرامیک است، سرامیک های کلان کلان و 1.60 و 2 متر و این چیزا هست. ما اینا را طبق سفارش مشتری برایشون آماده می‌کنیم، با هر رنگی که بخواد، با هر دیزاینی که بخواد و هر تعدادی که بخواد ما برای هموطنان خود اینا را آماده می‌کنیم با بهترین کیفیت و مدت 10 سال ضمانت می‌کنیم این کار رو. به خاطر که در این کار ما فعالیت ایجاد کردیم در ایران، تازه آمدیم در افغانستان. خدا رو شکر کسی که بردن یعنی ناراضی نبودن. اینا هم چند تا کارهایی که اینجا هستن همه مال مشتری هستن. اینجا تعدادی سفارش میدن 20 تا 30 تا به خاطر یک پروژه های کلان و بعضیا میاد اینجا. کار ما بهترین کار کوشش می‌کنیم که تولید کنیم و با بهترین کیفیت و تحویل هموطنان خود بدیم که داخل بتونه استفاده خوب کنه. فرقی از این با تولید خارج خیلیه. یعنی خوبی زی در کجاست که میتونه هموطنا این رو بیا در تبدیل خودش سفارش بده، رنگش رو، دیزاینش رو، خورد کلانش رو مکمل طبق سفارش ما را انجام میدیم. یعنی بهترین مواد استفاده می‌کنیم که اکثرا موادی که ما استفاده می‌کنیم در افغانستان نیست، یعنی کلا از خارج میاد. ما اینجا اینا رو منتج کاری می‌کنیم و تولید می‌کنیم. بازار خدا رو شکر خوب است. یگون مدت یگون 2 ماه میشه که یعنی سرپای شده. سرپای شدنش خیلی طول کشید به خاطر تا وسایل از راه رسید و دیگه کردیم و 2 ماه میشه که راه افتاده. خوبه خدا رو شکر، بد نیست. از هموطنان عزیز میخواهیم که ما رو بعضی از دوستان حمایت کنه و تا بتونیم اینا رو بتونیم این کارخانه رو کلان ترش کنیم و به خاطر از اینکه دیگه داخل تجارت خواهش می‌کنیم که پول خود نده یک بار تولیدای از خارج بیاره. وقتی که ما را در بازار که موری میگه این خارجیه، این فلانی ایرانی است، خود در ایران نمیره کی تولید کنه، ایران میره ما تولید کنم تو تولید کنی، هیچ فرقی نمیکنه. ما دوباره اومده اینجا میره برای هموطنان خود تولید کنیم. واقعا احساس خوشحالی است که حداقل همین پولی که ما میدیم در خارج امو در بین خود وطن ما چیز شوه،
همینجی تا بالا شوه دیگه مصرف شوه دیگه ندیم الکی بوری پول در خارج بدیم که از اونجا یک دیشوی که یک چیز خیلی عادی است امیر بریم ما از کشور خارج بریم واقعا یعنی جای شرم به قرآن به خاطر اینکه چیزی خیلی عادی است در نظر از ما مدت چند سال میشه از این کار مونیم و کوشش مونیم که یعنی کلا بین وطن ما رواج شود و انشالله کم کم رواج میشه و دیگه حداقل از خارج نیاریم چیزی خیلی اندک رو از خارج نیاریم حالا مواد خام از خارج خو میه به خاطر اینکه وطن ما فعلا از چیز نرسیده که از خود چیز شویم فعلا که مشکلات از ما مثل که جای ما خیلی خورد است ما به خاطر اینکه اینجا آمدیم که یعنی از اقتصادیست در حقیقت اینجا آمدیم که تا شروع کار از اینجا شود که در آینده انشالله یک کلان شود یک شرکت خیلی کلان شود و 15-20 نفر اینجا کار کنه و تا بتونیم و اینجا فعالیت کنیم کار میکنه زیادش کلا در برق کلا دست پای ما و برق هست اینا مشکلات برق در افغانستان خیلی زیاده ما به خاطر از اینکه کارمون لنگ نمانه برق از خود یک کمکی فعال کردیم بازم برق کم بودیم نه با این برق نمیشه کاری کرد ما از مسئولان این چیز خواهش نی که داخل برای هم کسایی که تولیدی داره و داخل یک برق تعیین شه و یک زمینه خوب تعیین شه یک جای خوب تعیین شه که داخل بتونی فعالیت ما اینا آمدیم که یک دیشه کارش رو شروع کنیم که چی رقم شروع میشه یعنی سرامیک عجین برام داریم میام میذاریم در روی دستگاه این رقمی این برشکاری میشه و به خاطر که میتونیم میشه این رقم برشکاری میشه این که دستگاه به خاطر برشکاری است همون خاصیت برشکاری میشه یعنی حل است و یعنی آب به خاطر از است که گرد خواب نکنه سلام خدمت شما و همه بیننده‌های عزیز. علیرضا اکبری هستم از ولایت دایکندی که چند سال میشد در ایران کار میکنیم حدود 8 سال میشد در اونجا مشغول کار بودیم و در اونجا که بودیم مشغول امازی کار سرامیک بودیم کار ما کار سرامیک بود از همین روشویی تولید میکردیم تولید روشویی بود بازی حالی آمدیم یگان 4 ماه میشه که در افغانستان باز همینجا در کابل مشغول امازی کار هستیم یالی و بسیار خوشحال هستم که همون کاری که در اونجا میکردیم یالی آمدیم در افغانستان مشغول امازی کار هستیم کار ماست خود امازی کاری که اونجا میکردیم مثلا جایی که تولید و کار و رونق چیز زیاد باشه اتومات پیشرفت ایجاد میشه وقتی تولید و ساخت و ساز زیاد باشه پیشرفت در اونجا ایجاد میشه و یکی همه ما از مشکلات و یکی در افغانستان هستیم دیگه رهایی مییابیم دیگه باز کار که باشه دیگه یک لقمه نان هم پیدا میشه تولید وطن افتخار وطن است دیگه همینجا که تولید باشه دیگه ما احتیاج نداریم که بریم از کشورهای دیگه یک حتی روشی مثلا دیسچویی که لازم داریم بیاریم یا هر چیز دیگه ای که باشه هر مستقیم مثلا میتونم بگم که هر چیزی که در افغانستان در کشور خودمون تولید میکنیم دیگه باعث از این میشه که کشور خودمون پیشرفت بکنه از کار خود راضی هستم که همینجا مشغول هستم پیام جوانایی است که در هر نقطه از جهان که هست به تلاش خود ادامه بدیم که بدون تلاش به هیچ جا نمیره کارش خیلی زود تمام میشه مخصوصا همین برشکاری و فارسی کاریش که هستن ولی مثلا وقتی میخواید در قسمت مونتاژ میرسه یک چسب کاری میشه اینا حداقل 24 ساعت باید بگذره تا یک چسبای خوش شوه که فردا میتونیم ادامه کار داشته باشیم ابتدای کار برشکاری هست که مثلا از اونجا یک طبق سفارش که طرف مثلا روشویی چند در چند میخواد مثلا سفارش دادم و طبق موضوع سفارش کار رو شروع میکنیم و یک قسمت برشکاری هست که اندازه میگیریم و برش میکنیم که در اینجا خودش دنیا دارم دیگه مثلا کار که ما میخوایم برش کنیم به این اندازه است که جای میره اینجا میمونیم
خب این قسمت برش که بسیار آسان است برش شد. ولی میریم در قسمت فارسی کاری هم این صفحه. مراحل فارسی کاریش هست دیگه. برش کاری همون قصه ساده است که مثلا گفتم که همین قسمتی که ما برش کاری میکنیم بعد همون قسمتایی که برش کاری میشن فارسی کاری میشن. باز فارسی کاریش هم از همین دستگاه میشه که یالی میریم انجام بدیم. 45 درجه میشه. ولی فارسیش هم بسیار آسان است. هدف از این فارسی است که دو تا سنگ وقتی میخوای فارسی کنی دیگه باید شینگ داشته باشه، همون با هم دیگه بخونه بچسبه به کار دیگه. او به خاطر از این است که چی از اینکه خراب نشه و همین آبی است دیگه، فلزآبی، یه تیغش خراب میشه اگر خوش کار کنه. بعد یکم راحت‌تر برش میزنه. خب این کار ما دیگه صفحه روشویی است که همین صاف باید سه طرفش فارسی کاری میشه. بعد میریم در قسمتی از این که داخل از این در بیاریم. داخلش در میاد که همون کاسه روشویی میشه. تو میکنیم که قالبی ازی در آیم، باید محکمش میکنیم، بعد فارسی میکنیم. فیلز فیلز مینی ایران داخلش این حالی کار برشکاری از این خلاص شد، میره در قسمت منتاژکاری. این مواد تینر است که با دستمال ترش میکنیم، بعد میکشیم که همین خاکایی که داره تمیز شود که چسب ما که کار میکنیم محکم بیاید. در قسمت از این کار که هست، این چسب میگه چسب اپوکسی از ایران میاد که در اینجا نیست. این رو میکس میکنیم، همون قضیه که از این برمی‌داریم از اون برمی‌داریم که هر دو تایش برابر شود برای منتاژکاری. یه هم مواد لازم دیگه باید برابر از دو تایش میکس شه. اگه یک تایش یک تمام باشه یا یکیش کم زیاد باشه باز خوش نمیشه، محکم نمیشه. هر دوش مساوی باشه تا یک محکم خوش شه. زمانی هم که خوش میشه حداقل باید 24 ساعت بگذره تا این خوش شه. مدت زمانش هست. خب این قسمت که هست قسمت منتاژکاریش هست. باید چسب بزنیم تا اینکه چسب اصلیش تا وقت خوش میشه اینو فقط نگه داره تا اینکه کنده نشود اینجا. اینجا می‌بینیم تا اینکه هر سه طرفش چسب شده.
این حال یه آماده است، چسبایش زده شده، مثل اینکه گفتم که قبلا یه باید 24 ساعت از روی از تیر شد تا اینکه خوش شد. این چسبا فعلا نگه می‌داره ایرا تا اینکه چسبای اصلیش خوش شد، چسب ایپوکسی که زدیم. این از دیروز مانده اینجا، این چسبش خوش شده و آماده تمیزکاری است که ایرا بند کشیش هم شده. یالی در قسمت تمیزکاری میرسه. تیر دیم. خب اینو بازی تیغا تمیزکاری میکنیم. این تیغا مخصوص همین تمیزکاری ازی است که بسیار تیز است، خشم نمیندازه. سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز. منم محمد هستم، محمد نجاتی از ولایت دایکنی هستم. چند وقت میشه که در ایران کار کردیم و کار ما نجاری بوده، کاری سنگ نبوده و مدتی میشه که برگشتیم افغانستان و فعلا اومدیم کابل، مشغول همین کار هستیم، کارهای سرامیکی و خودم تازه شروع کردیم و خیلی خوشحال هستیم که اومدیم در کشور خود برگشتیم و کار در کشور خودمون انجام میدیم. پیام ما برای جوانی هستیم که در هر نقطه جهان هستن به تلاش خود ادامه بده و امیدوار هستیم ان شاءالله که یک وقت بشه که کشور خودمون جایی بشه برای جوانان و فراهم بشه که بیان کشور خودشون کار کنن. ارزش تولید وطن همی است که دیگه ما خودکفا میشیم و دیگه احتیاجی نداریم که بریم از کشورهای همسایه روشی اینا سفارش بدیم و بتونیم که همینجا کشور خودمون درست کنیم، از کشور خودمون بخریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم رحم‌الدین است، باشنده قلعه بختیار کابل. خواستم که یک دستشویی بخرم و آگاهی پیدا کردم که اینجا تولیدات وطن است با کیفیت. آمدم که یک دستشویی بر دهلیز خریداری کنم. همین دستشویی انتخاب کردیم. تولیدات وطن هر قدر که در کشور تولیدات باشه، همقدر او کشور به خودکفایی و به بی‌نیازی روبرو میشه و دستاورد خوب می داشته باشه. تولیدات وطن یک کشور، تمام ملت یک کشور بی‌نیاز می سازه و هر قدر که در کشور تولیدات باشه، مردمشون هم قدر به کار و مصرفیت و مصروف می باشن و یک افتخار است برای ما که همچون چیزهای در کشور خود ما تولید میشه. نظر به تجربه که داریم، تولیدات وطن با کیفیت است نسبت به تولیدات کشورهای همسایه. همین جنسایی که ما خریداری میکنیم از تولید وطن، هر چیزی که باشه این پیسهش همی مفادش پس به ملت خودمون و کشور خودمون برمیگرده. هیچ ضرور نیست که یک جنس از کشورهای همسایه وارد شه و ما او را خریداری کنیم و او پیسه دوباره پس به کشورهای همسایه ما برمیگرده. من از هموطنان خود خواهش میکنم تا از تولیدات وطن استفاده کنند.